با عرض سلام دوباره خدمت دوستای بیننده چینل فردای درخشان. امید است که جور صحتمند باشین دوستا. ما به خاطر شب 21 ماه مبارک رمضان میریم طرف گنج مالفروشا. تا آخر برنامه با ما باشین. میبینین آمدیم در گنج ببینیم بریم از نزدیک که گوسفندا در چه قیمت هست، چه قیمتی رو میتونیم بخریم. اینجا بحث دیگه میره روی دکتر دار بیا مالا گلکنو سر راستی مثلا دکتر والله اگه ما امیر به اجازه دکتر میخردیم ما هم 42-43 میخردیم والله اگه میخریدی نه شو تو فامیلی شما توش مکار نداری تو آقا سیب میره که بالک بیاد تو زمین رو بار کنی بیا میره 11 12 سایه 30 کیلو رای گرفته 30 کیلو است تو بال خود نه کی مایداک بور هر چی ما پیسه بور این مایداک هر دیگه پیسه است بیا بعد کم سنگی پیسه خزمون یا سلام علیکم. سلام علیکم. جور هستین بخیر؟ خیر ده؟ نام تو چیه؟ شیر آقا. از کجا هستی؟ از آمدا، از قاضی. اینجا چی کار می‌کنی؟ اینجا گوسفند می‌فروشیم. چطوره کاربار گوسفند؟ کارمار نه دیگه یک خانواده که ببره قصاب مال کم مبره قیمتی است. آره. گوسفند زیاد از کجا میاد؟ مال از هر طرف بالا میاد، از طرف آذربایجان مالستان. در روز چند دانه خرید فروش منی؟ 2 دانه 3 دانه می‌خریم، 1 دانه سودا منیم، سودا فروش کم. درست. خرج خانه پیدا میشه؟ نه خرج خانه که خرج مخوره رشقه قیمت که سودا میشه. حالا حدوداً در روز چقدر کار؟ 1 دانه 2 دانه سودا میشه دیگه معلوم نیست. تو تا آخر حساب نیم دفته 1000 2000 کلدار گمان ما نگنم. تشکر خیر ببینید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی برادر؟ جان جور بخیر. چی میکنید اینجا؟ ما اینجا ماده مال گوسفند حلال می‌کنیم، قصابای ما مال می‌خره دیگه. بخش کشتار هم ماده ایم. در روز چند دانه حلال میکنی؟ ما تقریبا خود ما در روز
15 دانه 16 دانه گوسفند یک دانه گاو این قدر یا حلال. باز از یک دانه گاو چقدر پیسه میگیرین کلال؟ از یک دانه گاو ما حساب کلو جگر است دیگه، کلو جگرش میگیریم حلالش مفت است دیگه. از او کلو جگر میخریم. از گوسفند باز چقدر؟ از گوسفند ما متاسه کلو جگرش. کلو جگرش. یک کلو جگر چند سودا میکنه؟ یک کلو جگر ما خود بخش خود ما میاد می 400 500 تمام زیگه 800 900 سودا میشه. یک کلو جگر؟ یک کلو جگر مکمل. از گاو چند سودا میکنه؟ از گاو دیگه رقم از 5000 4000. در روز چند اینجا کار میکنی؟ درآمد در روز چند؟ ما دیگه شریکم داره، ما در روز 8000 7000 مقدار. افغانی یا کلدار؟ حسابا دیگه کلدار است. اینه چقدر افغانی میشه؟ افغانی دیگه 2000 3000 رقم دیگه. در چند نفر؟ ما خودمون 3 نفر هستیم. در 3 نفر. تشکر، خیر ببینید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب هستی. بخیر جان. اینجا است؟ از کجا هستی؟ از غزنی هستی. از کجای غزنی؟ خوجمری. خب چه میکنی اینجا؟ گاو سودا میکنیم. چطور است کاربر؟ خوب است دیگه، اوتی کاری نیست، شکر است دیگه. درسته نیست. یک گاو سری چند 10,000 کلدار. 10,000 کلدار چقدر افغانی میشه؟ 10,000 است. 10,000 چند میشه افغانی؟ تقریبا 2,000. در روز چند دانه سودا می‌کنی؟ در روز یک دانه هم نمیشه، بازی روز میشه بازی. چطور است خرج خانه از اینجا برو میشه؟ والا خوبه، شکر است دیگه. ناشکری خوب نیست، گای برو میشه گای نمیشه. با شما زیاد در مردم سودا میکنید؟ در مردم قصابا میبرد. قصابا دیگه؟ بله. گفتی یک خرج و برج خانه کم بیش کنید؟ کم بیش، بله. صحیح، تشکر. خب احمد جان چیز کارمونی گوشت تقسیم می‌کنی؟ گوشت قرقر جور مونم دیگه. یگو نفری که دعا کنم ختم قرآن نه؟ ختم قرآن نظر دیگه امشب 21 دیگه. خاله. روی گوشت آماده کردی دیگه. بخیر. افطار نزدیک شده ان شاء الله نه؟ در افطار دیگه اینا یک 40 دقیقه دیگه مونده. خب. برو کنم. اینی را چربی اشتی؟ برای چند نفر آمادگی گرفتی احمد؟ برای 110 نفر. برای 110 نفر؟ بله. خب کم که نمیشه. نه انشالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم آمين. اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رحمن الراحمين. از برای مرزی شموات
زیاتی نعمات، قبول نظرات، عبادات، طاعات و دفع بلیات، خوشنودی ارواح طیبه شاهدا، خوشنودی امام زمان، قبولی ختم قرآن عظیم شان بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد.